شبا خیلی منظم و آرومه، اما در واقعیت ستاره‌ای که شما میبینید دارن با سرعت صدها هزار کیلومتر در کهکشان حرکت میکنن. خوشبختانه فضا انقدر بزرگه که احتمال برخورد یه ستاره با ما بسیار کمه. اما متاسفانه برای پایان زندگی بر روی کره زمین یه ستاره حتما نباید با ما برخورد کنه. فقط کافیه از نزدیکی ما رد بشه. و الان هم ستاره‌ای هستن که روز به روز دارن به ما نزدیکتر میشن. برای اینکه بفهمیم ستاره ها چقدر خطرناکن، بهتر اول درباره جاذبه صحبت کنیم. در کهکشان جاذبه هر ماده های دیگر رو به خودش جذب میکنه. یعنی برای مثال جاذبه یک اتم که 1,000,000 سال نوری از شما فاصله داره سعی میکنه که شما رو به خودش جذب کنه و همچنین جاذبه شما سعی میکنه که اون اتم رو به خودش جذب کنه. اما همانطور که میدونید این فاصله آنقدر زیاده که قدرت جاذبه ضعیف و ضعیفتر میشه. البته این قدرت بستگی به جرم ماده داره. یعنی هر ماده که جرم بزرگتری داشته باشه ماده‌های بیشتری رو به خودش جذب میکنه. خورشید ما خیلی بزرگه. در واقع جرم خورشید 99.75% کل جرم سامانه خورشیدی ماست. و برای اینه که همه سیارات و سیارک‌ها و ماها اینطوری که امروزه شاهد اون هستیم در مدار خورشید میچرخن. میلیاردها سال پیش که خورشید ما به دنیا اومد، سامانه خورشیدی یه جای بی‌نظم و خطرناک بود و سیارهایی که امروز میبینیم آروم آروم و طی سالها به دنیا اومدن. امروزه سیاره ها و سیارک ها در فاصله امن از یکدیگه در مدار خورشید میچرخند. ما در منظومه خورشیدیمون منظومه شمسی درونی، کمربند سیارک ها و منظومه شمسی بیرونی رو داریم و در لبه منظومه‌مون ابر اورت قرار داره. ابری کروی و پر از ستاره های دنباله‌دار. منظومه خورشیدی ما خیلی منظم کار میکنه و نیاد اون روزی که تعادل منظوممون به هم بریزه. اگر یه ستاره بزرگ از نزدیکی منظومه خورشیدی ما رد بشه، جاذبه اون همه چیز رو به طرف خودش میکشه و کلاً تعادل و نظم منظومه خورشیدی ما رو به هم میریزه. یه همچین خطری خیال پردازی نیستش. حدود 70,000 سال پیش دو سیاره کوتوله قهوه‌ای و قرمز تونستن از توی ابر اورت رد بشن و همه چیز رو به هم بریزن. وقتی که این دو سیاره کوتوله از ابر اورت رد شدن، کلی شهاب آسمانی رو به طرف کره زمین راهی کردن. البته گفته شده حدود 2,000,000 سال طول میکشه تا اون شهاب‌های آسمانی به نزدیکی ما برسن. اما ما یه مشکل بزرگتر داریم. ستاره گلیز 710 که اندازش نصف خورشید ماه داره به طرف منظومه خورشیدی ما حرکت میکنه. حدود 1,000,000 سال دیگه این ستاره از ابر اورت رد میشه و به درخشان ترین ستاره در آسمان شب تبدیل میشه. زمانی که این ستاره از ابر اورت رد میشه، در حرکت این دنباله‌دارها اختلال ایجاد میکنه. اگر شانس با ما نباشه، تمام این دنباله‌دارها با کره زمین برخورد میکنن و کلا زندگی رو به پایان میرسونن. ولی همه چیز میتونه بدتر از اینم بشه. کهکشان ما خیلی بزرگه و ستاره ها معمولا از نزدیکی هم رد میشن. پس احتمالش هست این ستاره وارد منظومه شمسی درونی بشه. خوبه بدونید احتمال برخورد این ستاره با خورشید ما نزدیک به صفره. اما ما نگران این برخورد نیستیم. فاصله کره زمین با خورشید حدود 147 میلیون کیلومتره. حالا اگر یه ستاره با همین فاصله از کنار کره زمین رد شه، میتونه خیلی راحت کره زمین رو از سامانه خورشیدی بیرون بندازه. تخمین زده شده که احتمال همچین اتفاقی طی 5 میلیارد سال دیگه 1 در 100,000 باشه. یعنی یه چیزی نزدیک به صفر. خب حالا وقتشه ببینیم وقتی کره زمین از منظومه خورشیدی بیرون بیفته چه بلایی سرش میاد. وقتی ستاره گلیز وارد منظومه خورشیدی میشه، ما میتونیم اون رو شب به راحتی ببینیم.
طی ماها و سالها این ستاره بزرگ و بزرگتر میشه و زمانی میرسه که میشه اون رو راحت در روز روشن هم دید. این ستاره انقدر بزرگ و نزدیک میشه که به درخشندگی خورشید میرسه. طوری میشه که شبا دیگه تاریک نیست و یک نور قرمز آسمون رو پر میکنه. بعد از چند ماه این ستاره کوچیک و کوچیکتر میشه و زمانی که این اتفاق میفته خورشیدمونم هر روز کوچیک و کوچیکتر میشه، چون اینجاست که کره زمین از مدار خودش خارج شده و داره از خورشید دورتر و دورتر میشه. همین که خورشید کوچیک و کوچیکتر میشه دیگه نور و گرماش رو ما حس نمی‌کنیم. همین که کل دنیا رو تاریکی برمی‌داره آخرین زمستان بشریت شروع میشه. کلاهک‌های یخی قطبی بزرگتر و بزرگتر میشن و گیاهان و درختان خشک میشن. تمام جنگل‌ها یخ میزنن و حیوانات دسته دسته کشته میشن.